بچه‌ها میخوایم بهتون 6 تا گوشی رو بگیم که دیگه ارزش خرید نداره. گوشی اول Acer 5 چون که Acer 6 اومده و جدیدتر شده. ردمی 13 و پوکو 365 به جاش ردمی 14 بگیرین. 14C ارزش خرید بیشتری داره. A54 A34 A24 A14 دیگه ارزش خرید نداره. برین سراغ A55 A35 A25 و A15. پوکو M5S هم یا پوکو M5S و نوت 12S هم ارزش خرید نداره. برید سراغ خانواده ردمی نوت 13 که ارزش خرید بیشتری داره. گوشی های آیفون هم که از سری 14 به بعد ارزش خرید بیشتری داره، یعنی سری 11 12 13 و 14 ارزش خرید نداره. پس بهتره برید سراغ آیفون 15 و 16 که ارزش خرید بیشتری داره. بچه‌ها میخوایم بهتون 6 تا گوشی رو بگیم که دیگه ارزش خرید نداره. گوشی اول Acer 5 چون که Acer 6 اومده و جدیدتر شده. ردمی 13 و پوکو 365 به جاش ردمی 14 بگیرین. 14C ارزش خرید بیشتری داره. A54 A34 A24 A14 دیگه ارزش خرید نداره. برین سراغ A55 A35 A25 و A15. پوکو M5S هم یا پوکو M5S و نوت 12S هم ارزش خرید نداره. برید سراغ خانواده ردمی نوت 13 که ارزش خرید بیشتری داره. گوشی های آیفون هم که از سری 14 به بعد ارزش خرید بیشتری داره، یعنی سری 11 12 13 و 14 ارزش خرید نداره. پس بهتره برید سراغ آیفون 15 و 16 که ارزش خرید بیشتری داره.